سفینه داریم در بحر ناپیدا کنار شیر. در این سفینه دفینه از شیر و از سرود آورده ایم. برنامه سفینه سفید شاهد است از اشعار رنگین و ترانه های دلانگیزی شاعران و هنرمندان. سلام شنوندگان عزیز، اخلاصمندان و راغبان ثبت و نوا و معنی های بلند و عارفانه. اینک برنامه سفینه سفید باز شما را به صحبت گرم و صمیمی و روز و نیاز یک زن کاردان و مبارز، عاشق معنی های بلند و کلام موزون، دلبسته ثبت و نوا دعوت می سازد. با ما باشید. به کوی عشق افتادم، تپیدن را ندانسته. شرابی تلخ نوشیدم، چشیدن را ندانسته. اسیر دام تو گشتم، ندارم قوت پرواز. ز مکر دام صیاد، رمیدن را ندانسته. به حسن خویش بالیدم، سرانجامم چه شد آخر؟ گل از خار جفا چیدم، شمیدن را ندانسته. همه گفتم بیا جانا، شکفته لاله در صحرا. بسان لاله داغ دل، دمیدن را ندانسته. شنوندگان عزیز، غزلی که شنیدید گلچینی بود از دفتر غزلیات شاعره بانو شاکیرووا. بانوی سراینده، بانوی رامشگر، بانوی شاعره، مادری مشفق و غمخوار، خواهری دلجوی و مهربان، دوستی وفادار و دلشناس. بانو شاکیرووا 21 اپریل سال 1960 در گذر حوض سنگین شهر اورودتپه، حاضر استرافشن ولایت سوخت تولد یافته است. ختم کرده دانشگاه دولتی صنعت و فرهنگ تاجیکستان و نام میرزا ترسونزاده، شعبه غایبانه فاکولته زبان و ادبیات دانشگاه دولتی شهر خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف و شعبه سازهای خلقی ساز موسیقی دکتر کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند می باشد. او تا امروز در وظیفه‌های گوناگون از قبیل متخصص ساحه کتابداری، آموزگار فنی زبان و ادبیات تاجیک، آموزگار اختصاصی دکتر، روزنامه‌نگار، نویسنده و شاعر کار و فعالیت نموده از خود تجربه بلند نشان داده است. امروزها گرچند به نفقه برآمده باشد هم باز پی کار و ایجاد است. چون ما از زندگی نامه او آگاه می‌شویم، درک می‌کنیم که واقعاً بانو شاکیرووا در زندگی یک زن مبارز، یک زن زنده دل، یک زن خیرخواه میباشد. یعنی او توانسته است میان جامعه مقام و جای خود را کسب نماید. امروز این بانوی سخندان و سخنور، دلبسته و وابسته صوت و نوا مهمون ما می باشند و اینجا بیاید صحبت ما رو یک جا میشنویم. معلم عزیز خوش آمدید. تشکر زیاد که دعوت ما رو پذیرفتید. اصلا موضوع برنامه ما این پیوستگی شعر با موسیقی است. چون ما آگاهی یافتیم که شما در برابر کسب آموزگاری شعر و شاعری باز به موسیقی دلبستگی زیاد دارید. راستی خیلی خوشمان آمد. تشکر به شما. زیرا این درخوری برنامه ما هم هست و میبینیم که سازی دوتار نیز با خود آوردید و اینجا میخوایم برای والیدروهی شنونده ها و البته خودمان صحبتمان را با یک نوازش کوتاه زیبای آغاز نماییم. راضی هستید؟ تشکر. میخواستم یک آهنگ بنوازم. آهنگ قراتگینی نام دارد به قلم استاد بینظیر ساز موسیقی دوتار قربانیان است.
تشکر زیاد. باور دارم به شنونده ها نیز خیلی پسند اومد. اینجا سر اول میخوایم درباره شعر و شاعری شما صحبت کنیم. انا همین دلبستگی به شعر، به ادبیات از کجا سرچشمه گرفت در دل شما؟ چگونه شما به همین دنیا وارد شده؟ دلبستگی من به شعر و سخن، شعر و شاعری از آوان کودکیم آغاز یافته است. در اویله ما 9 نفر زندگی میکردیم، با پدر و مادرم 11 نفر. برادران من، خواهران من بسیار شعر اذیت میکردن. بیشتر شعرهای استاد میرزا توسنزاده رو اذیت میکردن و وقتی که اونها در مکتب معلمان سپارش میدادند که همین شعرها رو ازبر نمایند، وقتی که اونها ازبر میکردن من 6 ساله بودم و همون شعری ره یافتی و در شب تاریک دویدی، هنگامی سحر چون شفقی صبح دمیدی، در پیشی رهت آب بود و سنگ بود و که، اما تو بریدی و شکستی و پریدی. انا همین خیلی مصرع ها رو وقتی که برادرم مولان جان خدا رحمت کنه اون کس میخواندن، من به اونها نگاه کرده شعر رو اذیت میکردم و بسیار عجایب بود که وقتی که خوانندگانی صنفای 4 5 همین شعرها رو در مکتب اذیت نمیدونستن، خواهرم مرا به مکتب میبردن و من 6 ساله رو معلم خواهش میکرد که به نزد خوانندگانی کلانسال برآمده همین شعر رو اذیت گفته دهم و من چنون هم با احساسی بلند، با عشق و محبت همین شعر رو اذیت گفته میدادم و پسند آموزگاران میشد. معلمه جویرایو بودن. اون کس بسیار همین داستانهای نظامی گنجوی رو، چنون هم داستانی خیر و شر رو و داستانهای شاهنامه رو چنون هم با احساسی بلند حکایت کرده میدادند که از اونجا محبتی من نسبتی سخن، شعر، نسبتی هر یک واژه های زبانی تاجیکی زیاد شد و از خوردی کوشش میکردم که به فرهنگ ها نگاه کرده واژه ها رو آموخته، مضمونی کلمه ها رو آموخته استاده من شعر گویم. نخستین شعر خود رو در یاد داره؟ نخستین شعر خود رو نامش رو در یاد دارم که قاصد نام دارد. من این شعر رو در خوابم نوشتگی هستم، اما همون شعر رو حاضر من اذیت نمیدونم. در وزن شاهنامه ابوالقاسم فردوسی آمده بود. مضمون شعر همین بود که همچون یک قاصد، یعنی قاصد این خودش قصد کننده است، یعنی قصدی من به شعر روانه شده است. در نزد خود با همین سبب مقصد گذاشتم که محبت خودم رو، کار خودم رو، میل خودم رو به آموزش سخن و شعر و شاعری روانه کنم. از همین دنیای زیبا، از دنیای شعر و شاعری شما چی افته؟ از دنیای زیبای شعر و شاعری من محبت یافتم. چه خیلی قبلا شعرهای اولینی من در روزنامه ضربداری ناحیه ظفرآباد نشر شده است. در صنفهای 6 میخواندم. ترانه ها، مقاله ها، شعرهای کودکانه من نشر شده است و وقتی که شعرهای من در روزنامه نشر میشد همه به من با محبت مینگریستند، با صمیمیت مینگریستند، افتخار میکردند، خاصتا آموزگارانم، خاصتا دوگانه هایم، هم صنف هایم و انمی محبت را من تا هنوز احساس میکنم که قریب از سال 2018 این جانب من در فیسبوک شعرهای خودم را میگذارم و من مخلصانی زیادی خود را پیدا کردم و میبینم که نسبت همین شعرهای من، هرچند بعضا شعرهای من سکته های شعری دارند، من این را احساس میکنم، من این را میفهمم، لیکن خوانندگانی که در نزدیک و دور و بیرون از کشور و حتی در خارجه ها هم باشند خودم را تعریف نمیکنم، انمی شعرهای مرا میپسندند. هم در علاهیدگی هم در خود فیسبوک محبت خودشان رو، از صمیمیت خودشان رو، باوری خودشان رو به من اظهار می‌دارند که من از این خیلی خود رو سعادتمند حس میکنم. تو امروز چند مجموعه شعری خود رو روی چاپ آوردید؟ اولین کتاب من نام دارد یاسمنزاری استروشن و مجموعه شعرها نیست و مجموعه مقاله ها و آچرک ها می باشد، لیکن اندرونش بعضی مصرع های شعری هم هست
مجموعه آچرک و مقاله هایم با نام یاسومنزار استروشن در سال 2013 در نشریات انیس که در شهر خجند باستانی وجود دارد و متصدی ان همین نشریات استاد معروفی باباجان می باشند، در همین جا نشر شده است. مجموعه شعری من باشد الحال 2 تا است. یکی سال 2015 با نام به کوی عشق افتادم چاپ شده است و دویمش من اینجا کتابی ای دلت آینه مجموعه های شعری من می باشد. بغیر از این در تذکیره 40 دخترانی که استاد ابراهیم نقاش مرتب ساختند در آنجا هم یک چند نمونه شعرهای من جایگیر شده است و در کتاب تذکیره شاعران وادی حصار نیز یک چند چکیده های قلم من چاپ شده است. بسیار یک نام عجیب هم هست، ای دلت آینه. درباره عنوان علمی کتاب گید. در انتخاب نام کتاب ای دلت آینه من با یکی از ادبیات شناسان همین جوان ولی امید بخش تاجیکستان مخردین صبوری مسیحت ها کردم. همچنین از استاد عزیزم خیرالدین خیراندیش که مرا همیشه وادار میکنند به پیشروی، به آموزش، با تکمیل ایجاد خود با اینها مسئولیت کرد. ما یک چند وریانت های نام رو پیدا کردیم، لیکن انا همین ای دلت آینه رو لازم اومد که خودم انتخاب کنم، زیرا که من میخواهم که انمی تمام انسان هایی که در روی زمین هستند میخواهم که دلشون مثل آینه صاف و پاک باشد و با همدیگر با دلی صاف نگرند. با همین سبب همین نام کتاب ای دلت آینه یعنی مراجعت به هر یک خواننده و مخلصان خودم است. از همین کتاب برای شنونده کدام شعر را قرائت کرده میخواهید؟ من عموما سرزمینی عزیز خودم تاجیکستان رو دوست میدارم و یک چند شعرهای خودم را در موضوع وطن و وطنداری و تاجیکستان نوشتم. لیکن یک شعر با درخواست فرزند نخستین من گلبهار شاکر و انشا شد. با همین آهنگ یکی از شاعران کشور افغانستان با متنی غم‌انگیز سرود سراییدن و گلبهار از من خواهش کرد که با همین آهنگ غم‌انگیز باشدم شعر نویسید که در آن آبادی گل شکوفایی همین سرزمینی بزرگی ما تاجیکستان انعکاس یابد. بعد یک چند مرتبه تکمیل کردن همین شعر سرزمینی من روی کار آمد. میخواستم همین شعر را قرائت کرده باشم. دست از وطن نگیرم تا هست جسم و جانم، جانم فدای میهن تا روح در روانم. فرزندی با وفایی این میهن و دیارم، سر می نهم به خاکش تا هست آستانم. سرزمینی من جلوه جلوه تو نمایی، سرزمینی من 7 رنگ و با صفایی. سرزمینی من با سرود و با نوایی، سرزمینی من. سرزمینی من عاشق روی تو منم، سرزمینی من عطر گلی یاسمنم. سرزمینی من دارو و درمان تنم، سرزمینی من. سرزمینی من دست از وطن نگیرم تا هست جسم و جانم، جانم فدای میهن تا رو در روانم. فرزندی با وفایی این میهن و دیارم، سر می نهم به خاکش تا هست آستانم. سرزمین من جلوه جلوه تو نمای، سرزمین من 7 رنگ و با صفای. سرزمین من با سرود و با نوای، سرزمین من. سرزمین من عاشق روی تو منم، سرزمین من عطر گلی یاسمنم. سرزمین
سرزمین من. مهر و با محبت عشقی وطن بخوانم، من خود بسان لیلا در این چمن بمانم. در ملک تاجیکستان فردوس گشت از صحرا، گل گشت های زیباش تنها نه من بدانم. سرزمین من جلوه جلوه تو نمایه، سرزمین من هفت رنگ و با صفای، سرزمین من با سرود و با نوای، سرزمین من. سرزمین من لطف خداوندی منی، سرزمین من یاور و دلبندی منی، سرزمین من رشته و پیوندی منی، سرزمین من. سرزمین من جلوه جلوه تو نمای، سرزمین من هفت رنگ و با صفای، سرزمین من با سرود و با نوای، سرزمین من. سرزمین من عاشق روی تو منم، سرزمین من عطر گلی آسمانم، سرزمین من دارو و درمانی تنم، سرزمین من. سفینه داریم در بحر ناپیدا کنار شعر. در این سفینه دفینه از شعر و از سرود آورده ایم. برنامه سفینه سفید شاهد است از اشعار رنگین و ترانه های دلانگیزی شاعران و هنرمندان. چنانه که میگویند زنی کردان نو بسته از مقام و منزلتش در پیشه انتخاب کردهش میتواند موفق شود. زنی کردان و با جسارت بانو شاکر و از جمله چنین زنان میباشد. همین کوشش و تلاشی او بود که در میان جامعه ما موقع استواری را کسب کرده است. ادامه صحبت ما را با این بانوی سخن میشنویم. میگفتید که به دنیای موسیقی شما چگونه وارد شده؟ به دنیای موسیقی اساساً در خانه مادرم لبچنگ نواز بودند و دایره می نواختند. مادرم با سبب‌هایی که به پدر کلان شده اند و خیلی کوچک تقریباً 5 ساله از پدر محروم موندن، در مکتب نخواندند مادرم، لیکن یک عجیب دایره می نواختند و ضرب و انگشتانشان عجیب بود. انگشتانشان همین دایره رو چنون انگشت نوازی می کردند که من انمی دایره رو با انگشت نوازی امروزها در دایره نوازان می بینم کم می بینم. استادانی مثلا ستار اکا در مکتبی موسیقی رقمی 3 همراه کار میکردیم، انگشت نوازی رو من در همون کس مشاهده کردم، اما انگشت نوازی مادرم رو. بعد مادرم لبچنگ رو گرفته چنون دور و دراز می نواختند که مادرم نغمه لبچنگ تو رو یاد کنم، اینقدر زارم و فرهنگ تو رو یاد کنم. ان همین وقتی که من لبچنگ نوازی مادرم رو یاد میکنم، ان همین بیت ها انشا میشوند و من محبتم رو به روحانیت مادر عزیزم میفرستانم. و البته پدرم هم به موسیقی شوق بی اندازه داشتن. پدرم بسیار مردی همین خیلی شوخ طبیعت، زنده دل، عاشقانه میسراییدند، عاشقانه رقص میکردند و همین محبت موسیقی با واسطه پدر و مادر که محیط اویلوی بود. بله، محیط موسیقوی بود. یاد دارم که
پدرم سرودی اوها کنم چیکار کنم ناز بدن گشدله 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 خانم گشدله، همین سرود میخوندند بعد رقص میکردند و من در همه آهنگ‌های گوناگون پدرم رقص زیبا میکردند و همین محبت رقص هم در عائله ما 9 نفر هستیم، در همه ما همین محبت هست، همه ما زیبا رقص میکنیم و نگفته نماند که در تشکل انمی موسیقی دوستی من مکتب سببگار شده است. اونجا وقتی که در صنف 6 میخوندم یک آموزگاری خیلی جوان از شهر باستانی حصار به مکتب ما اومدن. اون کس به ما چنون سرودهای انمی کودکانه می آموزاندند، بعد با موسیقی های عجایب بیشتر با موسیقی های تاجیکستان جنوبی می آموزاندند که این برای من یک نوگانی بود. وقتی که من امی آهنگ های مردم تاجیکستان جنوبی رو می شنیدم تماما به حیرت می آمدم و امی محبتی انمون سرودهای همون معلمی که نامش را نمی دانم تا هنوز من جستجو دارم همون آدم کی بودند، نامشون چی هستند. من یک مقاله نوشتم درباره انمون آموزگاری اولین موسیقی من. البته آینده خوانندگان با این مقاله من آشنا خواهند گشت که اون کس یک سرودی به ما آموزانده بودند که اون کبوتری سفیدم نام داشت که با چنین آهنگ آغاز می‌یافت: کبوتری سفیدم کجا می پری، کبوتری سفیدم کجا می پری، آرزوی امیدم کجا می بری، آرزوی امیدم کجا می بری، بیا مرا هم بگیر همراه خود بر، بیا مرا هم بگیر همراه خود بر، به هر کجای روی همراه خود بر. من این سرود دور و دراز است و انا همین کبوتری سفیدی، عشق کبوتری سفید، عشق موسیقی بود که ما را به پرواز آورد و ما با همراه کبوتری زیبای سفید پرواز کرده به عالم موسیقی وارد گشتیم. بعداً از این شهر به آن شهر، از آن شهر به این شهر، من حالا در پای تخت عزیزمون قرار داریم. نواختن اسباب‌های موسیقی رو از کجا گرفتید؟ شما غیر از دوتور با دیگر اسباب‌ها هم نواخته میتونید؟ بله، من رباب رو نواخته میتوانم. کم و بیش با آموختن فورتپیانو هم مشغول شدم. عموما چندان به نواختن شوق نداشتم، من بیشتر سراییدن رو دوست می داشتم. یعنی که سرود هم میخوندید؟ ها، من در مکتب بیشتر سرود میخوندم، در چهاربینی ها میخوندم، لیکن به نواختن چندان شوق نداشتم. و وقتی که انا همین در مکتب صنعتی بچگانه شهر استروشن بوستانی برای تعلیم علمی موسیقی، تعلیم ابتدایی موسیقی دخترم گلبهار رو موندم با همراهی پسرم سهراب جان. وقتی که اونها رو من می بردم، می آوردم، می نشستم، استادان چخیل درس می گذاشتن و اونها وقتی که آموختن نواختن رو، هم من و هم شوهرم به تعجب موندیم، زیرا که هم شوهرم هم من بسیار موسیقی رو دوست می داریم، لیکن در این جاده دستی ما رو کسی نگرفته است، به مکتب موسیقی نبرده است، ما رو تعلیم ابتدایی موسیقی نآموختیم. وقتی که نواختن عجیب گلبهار رو دیدیم و ما هم آهسته آهسته به آموختن آغاز کردیم. یعنی که امروز محیط عائله شما هم صنعتکار هستین، یک محیطی است که موسیقی در خانه شما میشه تنین انداز است و باور دارم محفل‌های خانوادگی هم برپا میکنید. بله، ما همین خیلی موسیقی عجیب است که بعضا ما رو وادار میکند که هر کسی در حجره علاهیده‌اش مشق کند و ما رو ضروریت پیدا می شود که به یکدیگر خلل نرسونیم. مثلا من در دیگر حجره نشسته مشق کردم یا شعر نوشته استادم، اگر در دیگر حجره مثلا گلبهار یا پدرش نواخته استاده و باشن، بعضا همین به یکدیگر خلل می رسونیم، چون که موسیقی ما رو می کشد. وقتی که فکر به شعر می رود، موسیقی ما رو می کشد و ما کمتر منتظر می شویم وای رو گوش می کنیم یکدیگر رو و به یکدیگر امکانیت می دهیم که آهنگ تیار شود.
و در حالت‌هایی که یکون ایدها جشنها هست ما شیشته یک جای می نوازیم، می سراییم، گاه سرودهای کلاسیکی می سراییم، گاه شش مقام می سراییم، گاه فلک می سراییم، گاه سرودهای شوخ هم می سراییم، هجویه ها هم می سراییم. همین خیلی محیط ما محیطی موسیقوی است. اینجا یکون سرودی با گفتی خودتون یکون سرودی شوخ برای شنونده ها بود دوتار می سرایید من؟ خوب مایلش سرود به من به نهایت معقول است. همین سرود گویا که یک شعاری اولوی مهم است. چرا؟ وقتی که همین سرود رو جان داده رکم آه دل و جان داده رکم، جان داده رکم آه دل و جان داده رکم، صندوق چیسی میزرگران داده رکم. همین داده رکم وقتی که میگویم همین دخترها من نگاه میکنم چنون هم با مهر و محبت به سهراب جانم، به همین محمد جانم فرزندانم چنون هم با مهر و محبت نگاه میکنند. یا اینکه من هم همین دادرکانم را که در شهرهای سنت پترزبورگ، مسکو کشوری روسیه زندگی میکنند، چندین سال است آنجا هستند، به یاد میآورم و بعضا گریه هم میکنم. انمی سرودی جان دادرکم در دل خلق محبتی خواهرانه را نسبت دادر بیدار میکنه. یعنی که یک سرود، یک موسیقی هم میتواند انسان رو به راه درست تربیت کند، محبت رو زیاده گرداند. بله البته انمی تاثیر موسیقی است که محبت به وطن، محبت به مادر، محبت به گرد و اطراف و طبیعت زیبای تاجیکستان، محبت به همدیگر بیدار می شود. من می خواهم که بسیارتر در مکتب ها، در عائله، پدر و مادران، در مکتب ها آموزگاران با همین بیدار کردن محبت موسیقی در قلب طفلان نسل نورس سهم گذار باشند. اینجا کتاب در دست ما از کتاب شعری شما میخوایم یک دو شعرتون رو برای شنونده ها قرائت کنید. این شعر و شاعری عجایب دیه. شاعران وقتی که شعر می نویسند وقتی نوشتن آهنگ ایجاد می شود. یعنی که پیوستگی شعر با موسیقی هست. بعضا با صنعتکاران به حیرت می آیند که اگر آنها با شاعران همکاری کنند، شاعرانی که شعرهای بهترین می نویسند بعضا آهنگش هم پیدا می کنند. شاعران هم کامپوزیتور هستند و وقتی که شعر آنها آهنگ خود پیدا می کند و شاعر انمون آهنگ را به صنعتکار می دهد، انمون شعر ابروی بلند پیدا می کند. و وقتی که من هم شعر می نویسم بعضی شعرهای من با موسیقی می آید، یا اینکه بعضی آهنگ‌هایی که کامپوزیتوران یا اینکه سرایندگان میخوانند امان آهنگ‌های من زمزمه کنم. اگر به آهنگ سرودی یگان نفر من شعر ایجاد میکنم. یک شعری ای عشق که 4 مصرعش رو با آهنگ ایجاد شد میخواستم بخوانم. ای عشق روحی جاویدا از من مرا، از من مرا، ای آرزو ای آرمان، از من مرا، از من مرا. من انتظارم روی را، از من چی می خواهی بخواه، ای یار ای نامهربان، از من مرا، از من مرا. گفتی که تو عاشق نی، عشقی مرا لایق نی، به تو شوم من به نشان، از من مرا،
از من مرو. گاه بخندم لالسان، گاه بگیریم زار زار، چون آبهای دیدگان. از من مرو، از من مرو، به تو ندارم شور و حال، از تو مرا دوری محال. ای سوزی عشقی خونفشان، از من مرو، از من مرو. این لحن گفتارت چی خوش، پیغام و دیدارت چی خوش. ای من ز نامت شادمان، از من مرو، از من مرو. بانو بگو با چشمی تر، از سوزی پنهانی جگر. ای نور، نوری جاودان، از من مرو، از من مرو. ای عشق روحی جاودان، از من مرو، از من مرو. ای آرزو، ای آرمان، از من مرو، از من مرو. ای عشق روحی جاودان، از من مرو، از من مرو. ای آرزو، ای آرمان، از من مرو، از من مرو. یعنی که این شعر علاقه خود یک سرودم هست. بله، این با همین آهنگ ایجاد شده است و نیت داریم. بله ها، وقتی ایجاد شدن همین خیلی آهنگ ایجاد شد و من میخواهم که با بعضی دسته های هنری همکاری کنم. به نزدیکی به کنسرت انسامبل بانوان چمن فیلارمونی دولتی تاجیکستان اشتراک کردم و نگاه کردم که اونجا با رهبری هنرپیشه خلق تاجیکستان محرمه شریفزاده چنان هم کادرهای بالیاقت جمع شدند و با چندین دسته های هنری در تاجیکستان هستند. من میخواهم که با اونها در آینده همکاری کنم. به هر حال ایجادی شعر از ما مهنت طلب میکند. ما باید شعرهای بلند مضمون و آهنگهای بهترین رو ایجاد نماییم. یعنی که با سراینده همکاری دارید معلومه؟ بله، من بسیار خرسند هستم که یک چند شعرهای مرا استاد صنعت تاجیکستان فرقت سعید با همکاری انسامبل شش مقام سرایانی به نام فضل‌الدین شهابوی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان گرفته به آهنگ انداختند. فرقت سعید شادم اینک که دیگر باره رسیدم به بهار. انا همین شعر را استاد فرقت سعید به انسامبل دادن می سرایند.
که شد خاری رهی دوزخی غربتانه تاجیکستانی عزیز از بهشتی دیدا شدم اینه که دیگر بار رسیدم به بهار شدم اینه که دیگر بار رسیدم به بهار بسرم می دود از شوق رسیدم به چمن که به جان می شنوم سوی بسو صوت هزار شدم اینه که دیگر بار رسیدم به بهار باز از نو بشنیدم سحر از بانگ هزار پیشوای ملتی ما که بود قاصد سود ای وطن با تو من آرامم و با صبر و قرار پیشوای ملتی ما که بود قاصد سود ای وطن با تو من آرامم و با صبر و قرار شدم اینه که دیگر بار رسیدم به بهار ای وطن با تو من آرامم و با صبر و قرار تاجیکستانی عزیز است بهشتی دیدم بهشتی دیدم بهشتی دیدم در واقع تاریخ بشریت با نام زن مادر همبستگی زیست دارد. در تربیت جوانان امروزه که پایدیوار آینده جمعیتی ما شناخته شدند، سهم مادران نیز بسا بزرگ است. چنانکه گفتیم یکی از چنین زنان مادری مشفق و مهربان، شاعره شیرین کلام، آموزگاری موفق، مهمان نوبتی برنامه ما بانو شاکرова هستند که در برابر آنی که هر 4 فرزند خود را صاحب معلومات کردند، باز در تربیت نسل نورس و جوان سهمگذار هستند. ادامه صحبت رو میشنویم. انجام میخوایم درباره هنر این فرزندانتون گید. شاید که این موضوع دامنه‌دار است. با یک چند جملات میخواهم که بگویم که 4 نفر فرزند دارم. فرزندان من بیشتر به موسیقی میل کردن. من فکر میکردم که از بس که من موسیقی رو دوست می‌دارم و توفیلی محبت من به فرزندان گذشته است، من همین خیلی فکر می‌کردم، لیکن خطا کرده بودم، چون که دوست داشتن موسیقی بیشتر در شوهرم بوده است. شوهرم بسیار انسانی کمگپ، آروم طبیعت هستند و دلشون رو بیشتر به هر کس کشوده نمیدن و این رو ما دیرتر درک کردیم. وقتی که گلبهار نوازنده شد و از پی وی شوهرم با کالجی صنعتی شهری خوجند رفته سازی تنبور رو نواختن، بعد من احساس کردم که بیشتر در شوهرم موسیقی دوستی زیاد بوده است و به فرزندان انتقال یافته است. گلبهار اولا رباب قشقری را آموخته است، بعداً سکریپکا، بعداً دوتور، دومبرا، فورتپیانو، یک چند نمودی از پاپا رو می نوازد در ژانرهای 6 مقام، فلک، استرادا، با یک چند زبانهای خلقهای برادر و خلقهای خارجه می سراید. و فرزند دومی من سهراب جان شاکرov الحال در شهر خوجند زندگی می کند، آموزگاری سازی موسیقی قانون می باشد و او هم نوازنده سازی دومبره و رباب می نوازد، می سراید. و یوسمن جان اصلا به من گفتی مادر جان، همه میگویند که اینها بغیر از موسیقی دیگر علم ها رو نمیدانند آموخته. من میخواهم که اقتصاد شناس شوم و در شعبه اقتصاد شناسی جهانی دانشکده صاحبکاری و خدمت تحصیل کردو، لیکن باز همین محبتی صنعت او را کشید. حاضر در انسمبل چمن قانون نواز است و بعضا کارهای ژورنالیستی میبرد در فیسبوک. بابتی همین پیشرفت صنعتی موسیقی کار میبرد. الحال دکترانت اکادمی علمهای تاجیکستان است و با رهبری استاد بینظیر پروفسور صنعتی تاجیک اصلالدین نظاموف در موضوع
استفاده ساز موسیقی قانون در انسامبل ها انمی کارهای علمی را جستجو دارد. من امید دارم که جستجوهای او رایگان نمی رود و می آموزد و رساله های علمی اش را و بابت همین موضوع ها ختم خواهد کرد. و فرزند آخرین من محمد جان الحال ختم کننده کنسرواتوری ملی تاجیکستان می باشند. محمد جان شاکرزاده در شعبه فورتپیانو کنسرواتوری تحصیل می کنند. سال گذشته در آزمون تاجیکستان وطنی من اشتراک کرده به گرفتن جای یکم سزاوار گشتند که این برای ما یک معجزه است، برای ما افتخار است، برای من یک خاطرمان شده است که امتحانی دولتی خودم را بعد از این من هم کالج صنعت داخل شدم. 4 سال از استادم رتخ پیلوت و آموزشی دوتار را آموختم و در امتحانات دولتی با همجوری ساز قانون در قانون سهراب جان بودن. من دوتار را آهنگ خرم را نواختم که خیلی بسیار هم زیبا برآمد که حتی استاد کمپوزیتور تاجیکستان قدرت الله یحیایف آن را گوش کرده به ما بهای اعلا گذاشتند که آن به خاطره من نقش بسته است. و وقتی که من با آموختن دوتار مشغول شدم، محض دوتار خاطراتی مرا جمع کرد و من توانستم که هم یاسمنزار استروشن، هم مجموعه شعرهای بکای عشق افتادم، هم مجموعه شعر ای دلت آینه را جمع کرده نشر کنم. و از همین سبب من از موسیقی دوست بودنم افتخار میکنم. صحبت ما با یک نوازش زیبای آغاز شده بود. میخوام با یک نوازش صحبتمان رو انجام بخشیم. باشد. کجا شد از لبت خنده، کجا شد از لبت خنده، کجا شد وعده های تو، کنون تو باقی میخندی، کجا شد وعده های تو، کنون تو باقی میخندی. فقط بختم شما گفت تو باقی عهد میبندی، تو باقی عهد میبندی. فقط بختم شما گفت تو باقی عهد میبندی، تو باقی عهد میبندی. شنوندگان عزیز، چنانکه از صحبت ما با شاعره شیرین خیال بانو شاکر و آگاه شدید، عاشق صوت و نوا، عاشق شعر و سخنی والا می باشد.
و واقعا هم درست میگویند که همین شعر است، همین سرود است که انسان را خودشناس میکند و به کمال معنوی میرساند. ما در فرجام برنامه‌مون به این بانوی شیرین گفتار خوشبختی و کامیابی‌های نوی ایجادی را تمنا داریم. در تهیه برنامه سهم داشتیم مسئول امیده عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان. خیر تا گفتاری نوبتی خوش باشید.